درود، من محمد ورتکسم و به اولین ویدیوی چنل من خوش اومدین. خب بچه ها امروز اومدیم با بازی بلاد استرایک و همونطوری که اینجا مشاهده میکنید 6 گل زدیم که سریع یکی از این گردونه ها خرجش کنیم. حالا خدا میدونه بهمون میده نمیده یا هر چیز دیگه ای. ممنون میشم که با لایک و کامنت از من حمایت کرده باشین و حتما چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب حاجی الان من موندم واقعا برای چی بزنم. خب اینجا اگه مثلا بخوام 50 تا باز کنم ازش 2500 تا گل از من میره و حقیقتا هیچ کدوم بچه‌هام نیومدن تنها باید ویدیو ضبط کنم. از این برم این جلیل سگانه جدید خوبه. این گانه به شدت زیبا یا اسکینه به شدت فوق‌العاده و جدیدم اومده. وضعیه برای ماشینش یا حتی فینیشرش کار 98ش یا حتی هفتیرش یا مگنوم فوق‌العاده. اینا این دو لوت باکسش یا لندش اصلا جذابن. و از یه طرف دیگه هم من یوزی پلیرم و خیلی خوشگله. این واقعا خیلی خوشگله. یعنی ببین اینجا ببین تو اصلا مشاهده کن. اوه چی داری میبینم من دارم چی میبینم. خیلی خوبه. یعنی ذوق زدم ببینم آقا بزنم نزنم 6 یو اصلا نمیده یو هیچی نمیده. و خلاصه که منم آیجیمون شانسش خیلی خوب بود. چرا شانسش خیلی خوب بود؟ چون من 2 تا از اینا رو فقط با تکی در آوردم و 3 تا دیگه اصلا شانسش بیشتره. از حقیقتا این ورم این کاتانا این شمشیر اصلا و این ور کالا جدید که 10 تا هم داریم و میخواییم براش بزنیم. خب ما همین 10 تا شروع میکنیم. یا خدا ببینیم چی به اون میده. اسکیپ. بعد این ورم که با بده دیگه. این یو MP5 لعنتیو بده. نداد لعنت. یس که بشه بچه های تو یس که بدید. آره کدومو بزنم؟ اینو بزنم. این جدیده 41 روز دیگه هم فرصت داره که اگه نگرفتم در آینده بگیرم. آقا میزنیم جدید رو میزنیم دیگه. شانس اقبال با همش پوینت بهم داد. همش بهم پوینت داده. 20 دونه پوینتش هم خرج نمی کنیم که یه موقع خدای چه دیشب بهمون داد با پوینت حداقل بگیریمش. باید 50 تایی بزنم. یه 50 تایی به عشق همه بچه ها. یه اسکیپ بابا داد. بنازم یه اسکرین شات عشقی آتی جلیلو بهم داد. ایول. خب کلتش هم بهم داد. کار 98ش هم داد. حاجی جلیلو بهم داد. من فقط گانو میخواستم. حاجی پشمام ریخته. حاجی برگام ریخته. اوکی بریم برای یوزیه. اوکی یوزن یه 50 تایی بشق بچه های یوتیوب. یوزی هم داد. وای یوزی هم بهم داد. حاجی اوه what the fuck. اسکین چی؟ وای هم یوزیه گرفتم هم جلیل گرفتم. حاجی پشمام 2K هم برام مونده. وای قلبم داره میاد تو دهنم. به قرآن قلبم داره میاد تو دهنم. آقا 2500 تا بهش همه بچه ها برای این میزنم.
امیدوارم که بهم یه چیزی بده. خب امیدوارم یه چیزی بهم بده. برو بریم لیتس گو. اسکیپ. اوکی این شانسش خیلی بد بود. اوکی اسکین. اوکی آها حاجی دیگه اگه واقعا بهم قرار بود چیزی بده پشما میریخ. یه چیه دیگه تو دوستگان لجند هم گرفتم پشم لجند هم چیه هشتید مرد حساب چی داری میگه پر اسکین همه اسکین ها دقیقه بردارم که دیگه بریم سراغ یه گیم پلی مشتی با یوزی و خلاصه که به 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 اینم میتونم آپگرید کنم اینم آپگرید میکنم. هیچ کدوم از بچه ها نبودن که تو این خوشحالی سهیم باشن ولی خب دیگه آقای محمد برچل نمیخوای سلام کنی به یوتیوب و گان خوشگل من؟ نمیخوای مبارک باشه بگی؟ سلام به یوتیوب نمیکنی؟ سلام علیک استریمی مگه؟ نه دارم ریکورد کنم اولین ویدیو چنلم. این گانه که داری محمد؟ آقا سلام علیک همگی. گانه که محمد داری؟ با پدر بلادر استرایک ایران آشنا شدم. گانه که هیچی تازه این هیچی محمد الان پشمات میریزه اون یکی رو نشونت بدم. نگاه کن محمد فقط نگاه کن محمد فقط نگاه کن دست منو نگاه کن دست منو نگاه کن محمد محمد گان میدی یا محمد داره همه چی دیدم اوکیه این اسکین هم گرفتی تازه اینو نگاه کن آجی 2 تومن بیشتر خرج نکردم اکانتم الان 3 میلیون ارزش داره. یوزیم لول 3 شد جلیلم لول 2 تازه برای جلیل بازم خرج میکنم. الان همه گانامو بذار بگیرم دستم نشون یو عاشق یوزی هم هاجی گرفت تو ویدیو نمیذارم ولی خب استارت شد. اگه مال من بود یوزی اینا اسمش خاصه